برای غذای مرغای خونگی که تخم گذارن، من اومدم هندوونه رو پوست کندم. حالا میخوام رنده کنم. اینطوری رنده میکنم و میرم جلوی مرغا میریزم. این شکلی رنده میکنیم برای مرغا، غذای مرغا. این رنده شده هندوانه پوستش. اینجا پوست خیارم داریم، داخلش خورد میکنیم برای غذای مرغا. اینم ناهار و صبحانه مرغا، چون دونم میخورن دیگه. دونه گندم از واجبات که مصرف کنن برای تغذیه، برای رشد بهتر، برای تخم گذاریشون. اینم هم صبحانه شونه، هم نیمه وعده نهارشونه. با هم دیگه بریم بیرون غذای مرغا رو بدیم. البته یکی پشت در داره میو میو میکنه. اینجا سرش جلو آورده. برو عقب، برو عقب، برو پای، برو تا برای تا غذا بیارم. خدا رو شکر کنیم برای زندگی. هر ثانیه بریم مرغا رو بیاریم بیرون. منتظرن در رو باز کنم بیام بیرون آفتاب خدا رو ببینن. دارن غذاشون رو نوشه جان